درود. قالیباف که از رده خارج شد، مستحصل بود چیکار کنه چیکار نکنه. این عراق چی رو بگو، خودشو به در و دیوار میزنه. هی پا میشه میره اسلام آباد، از اسلام آباد پا میشه میره مسقط، از مسقط پا میشه میره دوباره اسلام آباد. بابا چی خودتو به در و دیوار میزنی؟ ترامپ گفت تمام کنسل، من آدم برای جمهوری اسلامی دیگه نمیفرستم اسلام آباد، ما مذاکره نمیایم اسلام آباد. چی هی هم وقتمون تلف میشه، هم کار اضافی برامون تولید میشه. اصلا ما اینا اگه خواستن تسلیم بشن زنگ بزنن مستقیم به کاخ سفید به ما بگن، لازم نیست ما آدم بفرستیم و بیایم اسلام آباد. این که از این. حالا تازه متوجه شدن که دیل کردن با جمهوری اسلامی چقدر ناامنی میاره و دارن تحقیق میکنن و بازجویی میکنن که ببینن این آقای تامس که سوء قصد کرده به جان ترامپ وصل به جمهوری اسلامی یا نه.